سلام و وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به جلسه سوم از فصل دوم آموزش اکسل از صفر تا پیشرفته. اینجا اکسل پلاس و من خیلی خوشحالم که این جلسه رو هم خدمت شما هستم. اگه تا حالا فقط از ماشین حساب برای گرفتن میانگین استفاده میکردی، امروز میخوایم بفهمیم چرا اکسل میتونه خیلی دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر این کار رو برامون انجام بده. ما قراره بریم سراغ تابع اوریج، یکی از ساده ترین ولی مهمترین توابع آماری اکسل. این تابع فقط یه عدد وسط بهت نمیده، بلکه میتونه نشون بده داده ها چقدر متعادل، درست و قابل اعتمادن. توی ویدیوهای بعدی یاد میگیریم چطوری با average if و average ifs میانگینای شرطی بسازیم. پس اگه آماده این بریم سراغ دنیای میانگینا. اول از همه یه یادآوری کوتاه کنم بهتون. میانگین یعنی جمع همه مقادیر تقسیم بر تعدادشون. مثلا اگه نمرات 3 درس یه دانش آموز اینا باشه، حالا من گیدلاین رو اینجا پاک کردم توی سربرگ ویو که اینا رو همه توی جلسه قبلی یاد گرفتیم. خب برگردیم سر بحث اصلیمون. اگه نمرات 3 درس یه دانش آموز اینا باشه، برای مثال 10، 15 و 20. ما توی جلسه قبلی یاد گرفتیم چطور تابع سام رو فراخوانی کنیم و جمع اون محدوده مد نظر یا اون ستونا و اون ردیفا رو به دست بیاریم. خب ما اول جمع اینا رو میگیریم، شد 45. همونطور که دیدین جمع این 3 عدد 45 شد. خب اگه بخوایم اینو دستی انجام بدیم، بعد از این باید بیایم از علامت تقسیم بر تعدادشون استفاده کنیم که بیاد به ما میانگینشو بده. یعنی الان میانگین این جمع شد 15. یه بار دیگه این قسمت رو دقت کنین. ما اومدیم تابع سام رو فراخوانی کردیم، بعد دستی اومدیم میانگین گرفتیم، یعنی تقسیم بر تعداد عددامون کردیم که 3 عدد اینجا داشت، 3 درس داشت اینجا که شد 15. خب حالا تابع اوریج دقیقاً همین کار رو به صورت خودکار انجام میده. ساختار تابع اوریج خیلی ساده است. برای مثال ما همین قسمتی که وارد کرده بودیم میخوایم الان با استفاده از تابع اوریج بیایم اینجا میانگین بگیریم. خب ما اون فرمول قبلی رو کامل پاک میکنیم. اینجا همون طوری که توی جلسه قبلی گفتیم و من هر جلسه دارم اینو کاملا تکرارش میکنم، ما تمام فرمولا و توابع اون توی اکسل با مساوی شروع میشه. خب تابع اوریج رو براش اینجا فراخوانی میکنیم. خیلی ساده تمام اون محدوده مد نظر رو به شناسایی میکنیم و اینتر میزنیم. میبینیم که خودکار این تابع میاد جمعشون رو انجام میده و تقسیم بر تعدادشون میکنه. یعنی دیگه لازم نیست ما بیایم دستی تمام اون کارا رو انجام بدیم. اینجا چی میشه؟ اکسل میاد همه عددهای اون محدوده رو جمع میکنه و تقسیم بر تعداد عددا میکنه. خب من یه مثال دیگه هم بگم خدمتتون. ما اینجا الان کاملا یاد گرفتیم که چطور میانگین برای یه محدوده خاص رو انجام بدیم. خب یه وقتایی ممکنه محدوده ما انقدر قابل دسترس نباشه که بتونیم خیلی راحت با درگ کردن اونا رو انتخاب کنیم. پس چی کار میکنیم؟ میایم کاملا اینو پاکش میکنیم. خب من این محدوده رو یکم خوشگلترش کنم، از بیتیتر استفاده کنیم. خب برای مثال اینجا عدد 8 رو وارد میکنیم، اینجا عدد 10 و اینجا هم عدد، برای مثال من اینجا میندازم 25 رو انتخاب میکنیم. خب به ما گفتن آقا میانگین اینا رو بگیر. این میشه میانگین گرفتن از چند سلول غیر پیوسته. چه کار میکنیم؟ خیلی ساده. ما به عنوان یک کاربر حرفه‌ای اکسل دیگه نباید از این قسمت ها بترسیم. شما تا وقتی که کانال یوتیوب اکسل پلاس رو دارین و آموزش ها رو به صورت هر روز دارین دنبال میکنین، دیگه اصلا نباید از این قسمت ها بترسین. اینجا میایین مساوی رو میزنین، خیلی ساده تابع اوریج رو فراخوانی میکنین. خب میاییم نامبر اول، عدد اول رو انتخاب میکنیم. بعد از جدا کننده هایی که توی جلسه های قبلی من توضیح دادم که اینجا من جدا کنندم کاما هستش، میایم
عدد بعدیمون رو انتخاب میکنیم، دوباره کاما و عدد بعدی رو انتخاب میکنیم. خب وقتی اینتر بزنیم میبینیم که خیلی ساده میاد تمام اون اعمال اوریج یا میانگین گرفتن رو روی این سلولای غیر پیوسته ما هم انجامش میده. خب اما یه راههای دیگه هم هست که بخوایم ما اوریج داشته باشیم. برای مثال شما وقتی این قسمت رو کاملا انتخاب میکنید، این محدوده رو کامل انتخاب میکنید، این قسمت پایین خودکار میاد اوریج به شما میده. پس از این حالت هم میتونین استفاده کنین که برای اینکه میانگین فوری بگیرین. وقتی میخواین فقط یه چیز اعلام کنین، خیلی راحت اینجا به شما اوریج میده. یکی دیگه از راهاش همون فراخوانی تابع است که ما الان انجام دادیم و دیدیم که خیلی ساده میاد. فراخوانی تابع رو ما اینجا با اوریج انجام میدیم و خیلی ساده محدوده مد نظرمون، حالا مثلا ما نمیخوایم اون جمع کل باشه، انتخاب میکنیم و اینا به ما خیلی ساده اوریجشون میده. یکی دیگه از راهاش استفاده از همون اتوسام، اون قسمت ادیتینگی که توی سربرگ هوم داشتیم. اگه شما بیاین اینجا کلیک کنین میتونین تابع اوریج رو خیلی ساده اینجا بخونین. خب وقتی چک کنیم میبینین که اومده تابع اوریج رو اینجا به ما داده. خب میبینین که خیلی ساده اومده تمام اوریج. همچنین اینجا هم اگه نگاه کنین دقت داشته باشین دقیقاً عددمون با عددی که اینجا برای ما فراخوانی کرده کاملا درسته. یکی دیگه از راههایی که داشت این بود که ما بیایم داخل قسمت فرمولا و از اینجا به عنوان اوریج استفاده کنیم. میبینیم که اینجا هم باز دقیقاً همون اوریج رو به ما میده. یکی دیگه از راهامون اینه که توی همون سربرگ فرمولا بیایم تو قسمت اینسرت فانکشن روش کلیک کنیم و اینجا اون توابع پرکاربرد ما رو اینجا باز بهمون میده. وقتی روش کلیک کنیم میاد محدوده رو، اگه یادتون باشه اینا رو من توی جلسه‌های قبلتر همه رو توضیح دادم، اینجا به ما محدوده رو مشخص کرده، گفته از H7 تا H13 رو من برای شما انتخاب کردم که دقیقاً اگه دقت کنین اومده از H7 تا H13 رو انتخاب کرده. خب ما نمیخوایم خود H13 هم داخلش باشه. یه راه راحت میتونیم اینجا بهش بگیم آقا از H7 تا H12 برای من انتخاب کن. الان از H7 تا H12 انتخاب کرده و اینجا خیلی سریع به ما میانگینش رو داده. یا نه ما اینو میزنیم بیاد بالاتر و میایم این قسمت رو براش میگیریم، همون H7 تا H12. حالا من این فرمول رو باید پاکش کنم کامل. خب میایم اینجا از H7 تا H12 رو انتخاب میکنیم و اینتر میزنیم. همونطور که میبینید اینجا میانگین رو به ما داده، بس اوکی میکنیم و اینجا برای ما نمایش داده میشه. باز هم اینجا ببینین اوریجی که اینجا داده دقیقاً مساویه با همین عددی که اینجا ما به دست آوردیم. یکی دیگه از راههایی که داره اینه که ما دوباره از همین آپشن اینسرت فانکشن استفاده کنیم، میایم اینجا و از قسمت استاتریال اینجا کلیک میکنید و اینجا میبینید که تابع افریج رو داره. دوباره ما اینجا میتونیم خودکار از همین چیزی که اینجا داده استفاده کنیم که ما باز نمیخوایم 13 باشه، پس پاک میکنیم، میایم اینجا محدوده رو براش انتخاب میکنیم و اینتر میزنیم. باز هم همون شکلی به ما داده. ما دیگه نمیاییم مثل کاربرای مبتدی بیایم اول تابع سام رو فراخوانی کنیم، محدوده رو بهش معرفی کنیم، بعد پرانتز رو ببندیم، تقسیم بر تعدادش کنیم. خب ما تعدادی که اینجا داشتیم دقیقاً 6 تاست، اینتر بزنیم. اینم هست، ولی این راه دیگه خیلی منسوخ شده و شما به عنوان یک کاربر حرفه‌ای اکسل نباید از این حرکات استفاده کنید، چون خیلی پیش پا افتاده است و این نشون میده که شما هنوز اونقدر که باید توی اکسل وارد نشدید. یه جای دیگه هم هست که ما میخوایم، ما الان فقط اومدیم مثلا این کارا رو انجام دادیم، خب حالا میخوایم اوریج یا میانگین کل این محدوده رو به ما بده. اگه اینجا ما باز بیایم انتخاب کنیم میبینیم که اینجا به ما اوریج رو داده. خب اینجا ما دوباره میتونیم تابع اوریج رو فراخوانی کنیم و اینجا کل محدودمون رو بهش بدیم. کل محدوده رو که بهش بدیم میبینیم که اینجا دقیقاً چیزی که به ما داده
با چیزی که اینجا نمایش داده کاملا برابره. پس ما هر طوری که بخوایم میتونیم از این تابع اوریج استفاده کنیم. خب اما طبق روال ویدیوهای گذشته بریم سراغ نکات حرفه‌ای و اشتباهات رایجش. اینجاست که خیلی اشتباه میکنن. 1. سلولای خالی. اکسل اونا رو نادیده میگیره، پس اگه وسط دادات خالی هیچ مشکلی نداره. متن یا ارور. اگه سلولی متن یا خطا داشته باشه اکسل اون رو حساب نمیکنه. برای مثال ما اینجا میایم اینو پاک میکنیم، اینم پاک میکنیم و اینم پاک میکنیم. میبینیم که اکسل نمیتونه اونو حساب کنه. ما تابع رو بهش دادیم ولی اکسل نمیتونه اونو حساب کنه. اما اگه یه 0 داشته باشی اون تو محاسبه در میاد. برای مثال ما همینجا بیایم یه 0 بزنیم، میبینیم که میانگین به ما میده. وقتی میخوایم از صفرها حساب نشن باید چه کار کنیم؟ خیلی ساده است. باید از ترکیب average if استفاده کنیم. خب ما اینجا میایم تابع average if رو فراخوانی میکنیم، محدوده مد نظرمون رو بهش میدیم، بعد میایم از جدا کنندمون استفاده میکنیم، یه فاصله میزنم، دبل کوتیشن، 0 دبل کوتیشن و اینتر. اینجا میبینیم دیگه 0 رو به عنوان عدد برای ما نمیاره داخل محاسباتمون، یعنی 0 رو دیگه حساب نمیکنه. خب اکسل پلاسی عزیز، الان دیگه میدونین تابع اوریج چطور کار میکنه، چه چیزایی رو حساب میکنه و کجاها اشتباه ممکنه پیش بیاد. ولی این تازه اول کاره. تو قسمت‌های بعد میریم سراغ نسخه‌های حرفه‌ای تر همین تابع، یعنی average if و average ifs که باهاش میتونیم مثلا بگیم میانگین نمره دانش آموزایی که بالای 10 گرفتن یا میانگین فروش در ماه‌های تابستون فقط برای یه محصول خاص. یادتون نره لایک، سابسکرایب و زدن زنگوله کمک میکنه این آموزش‌ها ادامه پیدا کنه. شما فقط یه دکمه رو میزنید ولی ما با هم یه جامعه اکسل پلاسی رو میسازیم. امیدوارم از این جلسه هم لذت برده باشین و تا درود دیگر بدرود.